در طول تاریخ انسانیت حسد سبب و صفت پستی می گردد. آدم را خصلت همیشگی از چیز ناراضی بودن به بخیلی و حسد برده می رساند و در نتیجه بدبینی دیگران آغاز می شود. آنهایی که به نظر حسدخور از وی بهتر و یا برترند در پیشروی، در نمود ظاهری و یا حتی در شماره فرزندان، آن همین بدترین خصلت است که به سبب‌های دیگر نیز آورده می رساند. ابلیس نیز به آدم حسد برد. حسد وی را از عقل دور ساخت و به بدبختی برد. ابلیس به مقام بلندی آدم آنچنان حسد می برد که تیار بود آدم را نابود سازد، حتی به قیمت نابودی خودش. همچنین ما اولین قتل آدمی را از تاریخ می دانیم که سببش حسد بود، وقتی که یکی از فرزندان آدم، قابیل، برادرش هابیل را کشت. تنها در دو حالت حسد بردن جایز بود است. یکم، نسبت شخصی که الله وی را داننده قرآن گردانیده است و آن شخص شب و روز قرآن را می خواند. و دویم، به شخصی که الله بر وی بایگری داده است و وی شب و روز صدقه و تقسیم می کند آن بایگری را. دیگر در همه حالت حسد و بخیلی منع شده است. شناختن حسدخوران خیلی آسان است. آنها همیشه خودشان را به دیگران مانند می کنند. آنها می خواهند در جای و یا وظیفه کسی دیگر باشند. کینه و بدبینی پنهانی و آشکار و شخصی از خودشان بهتر را احساس می کنند. چی در مالداری باشد، چی در نزدیکی درجات به الله. حسدخوران خودشان را و داراییشان را همیشه با شخصانی دارا و موفق مقایسه می کنند. برای حسودان توجه برای خودشان نمی رسد. به جای آن که با مهنت خود کوشش عملی کردن آرزوهای خود شود، به آن می کوشد که دیگران دارند، اما هر بار دچار ناکامی می گردد و خوشبختی را حس نمی کند.